دو سازمان معروف حامی حقوق انسان هیومن رایتس واچ و کمیته هلسینکی نروژ روز 16 اپریل سال 2024 در بیانیه مشترکشان از آن اظهار نگرانی کردند که در ماه‌های آخر چند نفر مربوط به حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان فعلا ممنوع گروه 24 در لیتوا، پولشا و ترکیه به طور مرموز غیب زدند یا بازداشت شدند و یا به تهدید دپورتاسیا دچار شدند. حامیان حقوق بر اینند که مقامات این کشورها به دلیل وجود خطر شکنجه از اخراج این افراد به تاجیکستان باید خودداری کرده به حقوق آنها ارج بگذارند و بر اساس درخواست انگیزه های سیاسیشان مقامات تاجیکستان فعالان اپوزیسیون تاجیک را تعقیب میکنند. سینه سلطان علیوه، پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ میگوید تاجیکستان باید بدون چون و چرا شکار منتقدان را در خارج قطع کند، به ویژه آنهایی را که با گروه 24 و دیگر گروه های ممنوع ارتباط دارند. اتحاد اروپا و ترکیه باید فعالان اپوزیسیون تاجیک را حمایت کرده از برگرداندن آنها به تاجیکستان خودداری کنند، چون که این کشور با تعقیبات فرامرزی خود نام برآورده است و آن فعالان در تاجیکستان به خطر شکنجه دچار خواهند شد. هیومن رایتس واچ اخیراً در یک گزارش پیرامون تعقیب بین المللی منتقدان از جانب دولت‌های خودکامه درباره چندین مورد بعد فرار از تاجیکستان هم زیر تعقیب و شکار مقامات تاجیک قرار گرفتن اعضای سابق و فعال گروه 24 خبر داده بود. مقامات تاجیک معمولا تلاش میکنند با استفاده از اتهام افراطگرایی به استرداد منتقدان خود نائل شوند و یا با سوء استفاده از امکانات اینترپول تحت جستجو قرار داده می شوند. 5 اپریل سال 2024 مقامات امنیتی لیتوا در شهر ویلنیوس عضو سابق گروه 24 سلیمان دولتوف را دستگیر کردند. 7 اپریل دادگاه او را برای 2 ماه به حبس گرفت و روز 9 اپریل دادستان کل لیتوا خبر داد که دولتوف گویا به سبب همکاری با اعضا و طرفداران سازمان‌های تروریستی و حرکت‌های افراطی و تبلیغ افراطگرایی برای امنیت ملی لیتوا خطر دارد. خود دولتوف که سال 2015 در لیتوا مقام پناهنده سیاسی دارد این اتهامات را کاملا رد می‌کند. روزهای 23 فوریه و 2 مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه نماینده بلندپایه گروه 24 نسیم جان شریف و رهبر این گروه سوراب ظفر به طور مرموز غیب زدند. آنها قبلا در سال 2018 از سوی مقامات ترکیه با درخواست دوشنبه حبس شده بودند، ولی در نهایت ترکیه از استرداد آنها خودداری کرده بود. تا حال سرنوشت آنها معلوم نیست. همسفان آنها میترسند که هر دو را بوده به تاجیکستان بردند. منابع بامداد قبلا خبر داده بودند که نسیم جان شریف و سوراب ظفر را هنوز در میانه ماه مارس از ترکیه به دوشنبه آوردند. روز 19 مارس سال 2024 دادگاه پولشا درخواست پناهندگی کامران خدایدادوف برادر عضو سابق گروه 24 شبنم خدایدادوف را رد کرد و او را تا 19 اپریل وقت داد که اختیاراً قلمرو این کشور عضو اتحاد اروپا را ترک کند. کامران خدایدادوف سال 2018 با ویزای گومانیتاری به پولشا آمده بود، چون که به دلیل فعالیت‌های سیاسی خواهرش در تاجیکستان تحت تعقیب قرار گرفته بود. خود شبنم خدایدادوف از سال 2015 با اتهام افراطگرایی تحت جستجو گذاشته شده است و همان سال در بلاروس بازداشت شد و 10 ماه را در حبس به سر برد. هیومن رایتس واچ و کمیته هلسینکی نروژ میگویند مقامات تاجیکستان کامران خدایدادوف را نیز با اتهام افراطگرایی تعقیب میکنند. بازگشت خدایدادوف به تاجیکستان او را به خطر شکنجه و بدرفتاری دچار میکند. پولشا باید سر و وطن اظهار بدارد که به عهده‌داری‌های بین المللیش پایبند است و به اخراج خدایدادوف به تاجیکستان را نخواهد داد. بر زمین لتوا و پولشا باز چندین کشور دیگر عضو اتحاد اروپا از جمله افسریا، آلمان و اسلواکیه در وقت‌های آخر چندین پناهجوی تاجیک را با وجود به آنها تهدید کردن خطر شکنجه به تاجیکستان اخراج کردند. همه این نفرانی از اروپا اخراج شده در تاجیکستان محکوم به زندان شدند. حامیان حقوق یادآور شدند که پیمان سازمان ملل به ضد شکنجه و دیگر نوع‌های بدرفتاری و پیمان حقوق بشر اروپا به کشورهایی که خطر شکنجه شدن زیاد است اخراج کردن پناهجویان را منع می‌کند. همه کشورهای عضو اتحاد اروپا و هم ترکیه این پیمان‌های بین المللی را امضا کردند و باید به آن عمل کنند.